در مالداری و در نسبداری و در وظیفه‌داری و در دیگر جهتها شرف انسان پیدا نمی شود، بلکه انسان وقتی علم داشته باشد، آداب داشته باشد، اینجا گفتن حبیب خدا شرافت او پیدا می شود. حضرت عایشه روایت میکند حدیث را که حدیث متفق علیه است، میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حبیب خدا گفتن ان المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجه الصائم القائم. کسی اگر آداب داشته باشد، کسی اگر فعل خوب داشته باشد، کسی اگر زبان آزاردهنده نداشته باشد، پیغمبر خدا گفت در ثواب برابر است با انسانی که روز روزدار است و شب تا به روز نماز میخواند. برادرایی که ژلودکش و یزد شدگی یگون چیزی خنک میخرن در شکمش در میگیره یا که وزدوتی میشه یکی دمش میوره، بهترین راه حل ژلودک است که شرکت شفافرما باش توصیه میتید میتواند که همه این مشکلات را برطرف کند و همچنین وسپلین میگیره، یزد ورگو میکنه، یگون میکروب گسگی باشه میکروب گو میکنه و همچنین میتواند که ژلودکش شما را از همه دردها تبابت کند. برادرها و خواهرایی که از ویتیلیگو یعنی از سفید شوی پوست اذیت میکشید، بهترین راه حل را شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکند. مرحمت به شما ماز پیگمنت و تبلت که پیگمنت رو توصیه میده شرکت شفافرما که در مدت کوتاه‌ترین شما میتونید پیگمنت خود رو یعنی سفید شوی پوست خود رو برطرف کنید. برادرها و خواهرایی که در همین مشکلی دچارند میتوانند مراجعه کنند و کسل خود رو تبابت کنند. برادرها این میدونید چیه؟ یا پوچکی ای فیلم عربیش میاد میگن این میتونه سنگ نمک گرده های شما رو بریزونه و همچنین وسپلینش بگیره. برادرایی که پریستو میخوان گرده هاشو میتونه که تبابتش کنه. پیغمبر خدا گفت در ثواب برابر است با انسانی که روز روزدار است و شب تا به روز نماز میخواند. در ثواب برابر است با اون انسان کسی که اگر آداب داشته باشد. حضرت انس میگوید من 10 سال خدمت حبیب خدا را کردم. کان احسن الناس خلقا، پیغمبر خدا را بهترین اخلاق، بهترین آداب در حبیب خدا بود. حضرت انس بها دادن، یعنی آداب باید که در هر کدام ما و شما وظیفه اولین درجه من باشد، باید با آداب باشه، باید خوشفعل باشه. اون سعدی میگوید ادب بهتر از گنج قارون بود، ادب بهتر از گنج قارون بود، فزونتر از ملک فریدون بود. بزرگان نکردن پروای مال که اموال را هست روز زوال. بزرگانی میگوید پروای مال نداشتن، زیرا میدانستند که روز از روزها این مال از دست اونها میرود. چگونه حضرت سعدی در دیگر مصرعها میگوید به دولت مناز و به محنت ملال که این هر دو را زود از زوال. به دولت هم نازیدن لازم نی، به منصب هم نازیدن لازم نی، شاید زیرا زود است که از دست تو اینها میرود. انا بزرگان ما پروای مال نکردند، بلکه اونا چیکار کردند؟ اونان سوی علم و ادب تاختند که نامی نیکو از ادب یافتند. اونا با سوی علم و ادب بیشتر کوشش کردند و امروز نام اونهایی که امروز باقی است و ما و شما نامشان از سفیان ثوری میگوییم و دیگر حضرت ها را وقتی نام میگیریم اونا از روی آداب میگوید این درجات یافتگی هستند. فعل خوب، آداب خوب، اینم خودش علاقه موضوع کبر هست. عکس کبر این حسن خلق است، یعنی فعل خوب است. میگوید یک زمان بود میگوید یک اعرابی، یک عربی در دست خود میگوید یک شمشیر گرفت. این از آداب پیغمبر تماشا کنید. و میگوید به مدینه در آمد در حالتی که کارد او میگه در دستش بود و هر کس که این صورت میدید خیلی صورت وحشیانه بود و یک ترس در دل او جای میگیرید. وقتی حضرت عمر میگه روبروی این انسان آمد، روبرو شدن، کجا میروی؟ گفت از چهره و از اعمالت معین است که تو مشرک هستی، در این سرزمینی که مسلمان ها زندگی میکنن تو چیکار داری؟ گفت من برای قتل محمد صلی الله علیه و سلم آمدم. حضرت عمر شنیدن این سخن نداشت. اونا از پدر و مادر و از جان و فرزندشان دیده محمد دوست می داشتند. حضرت میگوید چی گفتی؟ گفت من برای قتل همین انسان آمدم. میگوید در حال حضرت میگوید لباسش بدر کرد و سر به سر با این شد. زمان حضرت که نیرو داشت، قوه داشت، این مشرک میگه در زمین غلطانی و کارد او را گرفت، دست و پاش بستن بردن در مسجد، میگه در یک کنج گذاشتن. در حال نزد حبیب خدا رفت. گفت حبیب خدا یک نفر برای قتل تو آمده بود، ما او انسان این گونه معامله کردیم. حبیب خدا از جای خود خیستن آمدن، نگاه کردن که در یک اطراف مسجد، در یک کنج مسجد دست و پای بسته و به صحابه ها نگاه کرد و گفت با این طعام دادین یا ندادین؟ حضرت عمر میگوید در هیجان آمد، گفت چگونه طعام به این دهیم زمانی که وقت نیت قتل تو را دارد ای حبیب خدا؟ حضرت میگوید در حال اشاره کردن که از خانه من شیر تازه آره. رفتن میگوید شیر آوردن.
حضرت فرمان دادن دستهاش کشایی، دستهاش کشادن. شیر در دست همون آدمی که قاتل او بود در دست وی داد. گو نوش، گفت وی نوشید. از جاش خیست، شمشیرش در دستش داد پیغمبری خدا. حضرت عمر که خیلی غضبناک بود گفت مادام این قدر نوازش پیغمبر با تو کرد، بگو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گواهی ده. گفت نه گواهی نمیدی هم. گفت و حبیب خدا گفت راهش کشاید برایت رود. وقتی میگد رفت، یک مقدار رفت، گشته آمد گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسول. ایمان آورد. حضرت عمر گفت چرا؟ گفت زمانی که من برای تو تلقین کردم قبول نکردی و الحال گشته آمدی و ایمان آوردی. گفت اگر اون زمان من ایمان می آوردم شما می گفتید که وای از ترس ایمان آورد، وای از شمشیر ترسید، وای ایمان آورد. لیکن این ایمانی که من آوردم از روی آداب پیغمبر آوردم. این معامله که پیغمبر با من کرد، این مرا وادار کرد که من ایمان بیارم، که زیرا که این دین دینی حق است. این آداب خوب یک آدم بیگانه را آشنا میکنه، آدم بیدین دیندار میکنه اگر ما و شما آداب داشته باشیم. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما را برادرای عزیز و برادرای گرامی به این روزی بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم. و پیش از آنی که موضوع امروز را، موضوع این ساعت را یا درس یک ساعته که اگر خداوند برای ما و شما دست دهد، برای ما و شما اگر مهلت دهد آغاز نمایم که موعظه امروزه ما اطراف یکی از حرام کرده های پروردگار، این زنا هست. علاقه جنسی یا همخوابه شدن با زنی که او برای تو نزدیک شدنش درست نیست، حلال نیست. اطراف این برای شما صحبت نمایم. قبلا میخواستم که همیشه عادت ما و شما دعا کردن است. پیش از دعا حدیثی را من خوانم و بعد این خدا خواهد موضوع این ساعت را من برای شما در دوام این حدیث خدا خواهد دوام میدهم. عن ابي الاسود رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرت بهم
جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر ابن الخطاب وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر ابن الخطاب وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا العياذ بالله فقال عمر ابن الخطاب وجبت. وقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال فقلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. اللهم ارزقنا. أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة وقال عمر وثلاثة فقلنا وإثنان وقال عمر وإثنان ولم نسأله عن الواحد. رواه بخاري. عجیب حدیثه، عجیب بیانه. رواه البخاری. شاید داره عزیز من خیلی جای تأسفم هست که شما امام بخاری را نمیشناسید. خیلی جای تأسف است. تمام مردم بیرون از تاجیکستان ما را اگر همچون مهمانم که ضیافت کنن و قبول کنن به خاطر امام بخاری ما را با محبت و دوستداری دارند. افسوس که ماها از امام بخاری درکی نداریم. دیروز من بین عصر و شام که اینجا در صحبت ها داریم از جوانهای این مسجد از فرزندهای پیغمبر پرسیدم. جوانای عزیز ما نمیدانم پیغمبر چند فرزند دارد. از کدام زن پیغمبر چند فرزند؟ جوانای عزیز ما محبتی به پیغمبر دارند، اخلاصی به پیغمبر دارند، برای پیغمبر آب چشم میریزند، لیکن افسوس که از نسب او از اولاد او درک نمی‌کنند. اینچنین امام بخاری را هم برادر عزیز من گمان میکنم که همینجا اکثریت شما ویا نمیشناسید. فقط این قدر از زبان عالم ها میشنوید که در صحیح بخاری این حدیث هست، لیکن از خود صحیح بخاری درکی ندارید. خدا این رئیس جمهور هم عمر دراز دهد، توفیق از این هم بیشتر گرداند. همین صحیح بخاری را با حرفای روسی چاپ کرده برآورده، با دستگیری ایشان شد که اکثریت مردم از حدیثهای او میخوانند و حلاوت میبرند. امام بخاری همون ابو عبدالله برادر عزیز محمد ابن ابی الحسن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن برزبه 600,000 حدیث پیغمبر خدا را جمع کردند. 600,000 حدیث برادر عزیز از 1000 شیخ هایی که از اینش هزارها کیلومتر دور بود، با همون خرابی خود با همون لاغری خود شهر به شهر میگشت حدیث های پیغمبر خدا را جمع میکرد. برادر عزیز خوراک شد تاریخ ها میگن از این سحر با سحری دیگر فقط یک دانه زردآلو میخورد.
برادر عزیز، یک دانه زردالو، او شما زردالوهای خاک است و غلین میگیم، یک دانه از همون میخورد. وقتی معده حضرت که درمند شدن، بیمار شدن، طبیبها گفتن که اگر همسا دوام دادن گیری تو دیگر از قدم زدن باز میمانید و این خاطر تو رفت. ما خواهش میکنیم که همراه این یک دانه زردالو یک قاشق عسل هم استفاده بکنید. میگه این قبول کردن. امام بخاری که برادر عزیز در تاریخ ها میگوید اگر از ساعت 8 یا 9 شب ما و شما اگر تا 5 سحر خواب کنیم یا 6 سحر خواب کنیم، اگر همین بین یک 7 یا 8 ساعت وقتی خوابی باشد، امام بخاری 20 بار از جایگاه خواب میکرد و چراغ در میداد و حدیثهای پیغمبر خدا را تدوین میکرد. 20 بار. برادر عزیز، برادرای جوان ما میگویند ابو حنیفه 40 سال با طهارت نماز خفتن بامداد چگونه خواند و زن نداشت. حالا اون که برادر عزیز در فضل و در مرتبه امام ابو حنیفه از امام بخاری بالا و تابعین است و صحابه پیغمبر دیدن. وقتی امام بخاری که 20 بار از جایگاه خوابش خیزد، چی جای شک و دیگر، چی جای تعجب است که امام ابو حنیفه از شب تا بامداد اگر در عبادت باشد. خدا رحمتشان کند. دوستداری ایشان برای همه ما و شما دادن عزیز خیلی ضرور است. دوستشان داریم، از تعریفشان آگاه شوید. چی جانبازی هایی کردن. یک امانت خیلی وزین جمع آوری حدیث پیغمبر خدا بود، امانت با سلامت رسانیدن. می آیم سری حدیثی که حضرت بیان کردن. ابی الاسود که این فرزند یزید میگوید آمدم بار به مدینه، از کوفه آمدم، از کوفه عراق آمدم به مدینه، به شهر پیغمبر خدا، به جایی که جسد مبارک حضرت اونجا خواب است و حضرت میگوید چی خوشبختی و چی سعادت که من در پهلوی عمر ابن الخطاب نشستم. برادر عزیز، خیلی جای عجیب و خدا قسم همه ما را در دل ما چقدر خواهش‌هایی هست که کاش که ما از جمله کسانی میشدیم که در پهلوی ابوبکر می‌نشستیم، در پهلوی عمر می‌نشستیم، در پهلوی عثمان می‌نشستیم، در پهلوی علی رضی الله تعالی عنه می‌نشستیم. چه بنده‌های با سعادتی بود. آمدم فجلست الی عمر ابن الخطاب، در پهلوی عمر نشستم. عمر که برادر عزیز پیغمبر خدا گفتند رأيت في الجنة قصرا من ذهب فقلت لمن هذا فقيل لعمر ابن الخطاب. وقتی جنت در آمدم نگاه کردم یک قصری خیلی فرق کننده از دیگر قصرها که گویم از زیر تا تار همه از طلا بود. پرسیدم این قصر کیست؟ و من جواب آمد این قصر عمر ابن الخطاب است. ولی زمانی که عمر در روی زمین بود و زنده بود، قصر در جنت الله کرد آمد شد. عمر که رسول اکرم گفتند اشدهم فی امر الله، در امر پروردگار چی سختگیری داشت. عمر که در کوچه اگر دست جوانه در دست خانمش میدید دنیا برای او تاریک میشد. عمر که مرد در پهلوی زنش در کوچه نشستند نمیماند، میگفت این عملی تو، این نشستی تو تأثیر برای جامعه میرساند، همگان تو ویران میکنی.
چگونه امروز برادرای ما که الحمدلله که زن دوستدارن، من جانبدارم که شما زن دوستدار باشید، من جانبدارم که زنهای شما را هم دوست دارد، لیکن معنای دوستی این نیست که دستی تو در زیر کشی زنی تو در کوچه تو قدم زنی. این از مدنیت نیست دادریت، این از اون مدنیت نیست. این معنای او را نشان نمیدهد که تو محبتی بر خانم داری یا خانم محبتی بر تو دارد. عمر که حبیب خدا گفته اللهم اعز الاسلام باحب هذین رجلین الیک. پروردگار دعا میکنم، گفت وقتی که عمر ایمان نیاورده بود، خدایا دعا میکنم که از همین دو مرد کدامش به سوی تو محبوب تر است، ابو جهل یا عمر، و یکی از این اسلام ببخش. و کان احبهما الیه عمر بن الخطاب. حبیب خدا میگه بعد این دعای من که عمر ایمان آورد، ما فهمیدیم که عمر محبوبیتی در پیش خدا دارد. دادر عزیز، همگان ما عمر دوست می‌داریم و دوستدار باشیم. بچه های ما باید عمر باشند، بچه های ما باید ابوبکر باشند، بچه های ما باید عثمان باشند، بچه های ما باید علی رضی الله تعالی عنهم باشند. باری حضرت علی دا پهلوی حضرت علی دا ابی الاسود میگوید نشست کن بینیم فمرت بهم جنازتا. پهلوی حضرت عمر دا چند نفر بودیم، بنابرای یک تابوتی را با پیش ما گذرانیدند. فاثنی علی صاحبها خیرا. بعد این پهلوها گفتند، ای عمر گفتند این مرد فلانی ابن فلانی بسیار انسان شریف بود، بسیار انسان پای با عبادت داشت، زبانی خوب داشت، دستی به آزار داشت، قدمی در راه درست داشت. حضرت عمر که این حمد و ثنا را از زبان پهلو بودگی های خود در حق این مرده که شنید، وجبه گفتند واجب شد بر او بود. از آن ابی الاسود میگوید این زمان نشسته بودیم پی صحبت بودیم که ثم مر باخرى، باز یک تابوت دیگر را دیدیم که از دنبال این تابوت دیگر هم که در داخل او کسی از بندگان خدا مرده بود گذرش رسید. فاثنی علی صاحبها خیرا. بعدا میگوید پهلو بودگی حضرت عمر گفتند اینش فلانی ابن فلانی است، این آنقدر مسجد را دوست می داشت، آنقدر پای به طهارت را دوست می داشت، آنقدر نماز شب دوست می داشت، آنقدر در برادرای مسلمان خدمتگار بود. هیچ مسلمانی این زمان ما از این آدم آزار یافتگی نیست. حضرت عمر که نشنیدند گفتند وجبت، واجب شد بر او. حضرت ابی الاسود میگوید این دفعه میگوید مشغول صحبت بودیم که ثم مر بالثالثه، سوم تابوت میگه آمد، سوم تابوت هم به پیش ما گذشت. این دفعه چی بود؟ این دفعه میگوید فاثنی علی صاحبها شرا. این دفعه میگوید به عمر گفتند اینا میدانی چیست؟ این آدم بود که پای در زنا داشت. ببینید پای در زنا داشت. این از این آب حلال کردگی خدا را دیده، از حرام کرده های خدا زیاد بنوشید. این از جمله کسانی بود که خیلی بدی ها داشت. حضرت عمر اینم که شنیدن گفتند وجبت، واجب شد بر او. ابوالاسود از واجب شد بر او چیزی نفهمید. از عمر پرسید و ما وجب یا امیر المؤمنین، چی واجب شد؟ آدمی خوب هم گفتی واجب شد، آدمی دویم خوبه که گذشت هم واجب شد، این آدم ناخوبه هم که از پیش ما گذشت گفتی واجب شد. چی واجب شد؟
قلت کما قال النبی. حضرت گفتند من این جمله را یاد گرفتم از حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم که حبیب خدا گفتند ایما مسلم شهد له اربعه بخیر ادخله الله الجنه. من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر کدام جنازه در 4 کس گوید که آدم خوب است جنت برای واجب می شود. اگر 4 کس گوید که وی آدم پلید است آدم ناخوب است برای عذاب خدا واجب می شود. ابوالاسود میگوید گفتم و ثلاثه اگر 3 کس شاهدی دهد چی؟ حضرت عمر گفت و قال ثلاثه 3 کس هم شاهدی دهد خدا وی جنت میبرد، 3 کس هم بابتی شاهدی دهد خدا او را عذابش را مبتلا میکند. ابوالاسود میگوید گفتم و اثنان اگر 2 کس شاهدی دهد چی؟ عمر میگوید گفتم اگر 2 کس هم شاهدی دهد که وی آدم خوب است آدم نیک است بی ضرر انسان است جنت برای واجب میشود. ابوالاسود میگوید ولم نسأله عن الواحد. دیگر از 1 کس نپرسیدم که اگر 1 کس گواهی دهد جنت میرود یا نه، از اینش نپرسیدم. پروردگارا ما را از جمله آن بندگان گردان که چه در قید حیات باشیم چه بالای تابوت باشیم ما را مردم انسان خوب گویند. خدایا نه از روی دل گویند بلکه در اصل آدم خوب باشیم. ای که تو پیوسته در عصیان روی، میخواستم همین مصرعی که عبدالله انصاری خیلی خوب بیان کردن، همون آدمایی که امروز پای در راه زنا دارند، پای در راه های حرام کرده خدا دارند، این نصیحت عبدالله انصاری را در همون خواه خانت باشد، خواه اتاق کاریت باشد، خواه تلفنت باشد، همیشه همین نگاه دار. شاید که همین مصرع‌های این حضرت سبب شود و تو از جمله انسان‌های خوب شوی که تابوت تو را دیدگی آدم غم و غوسه فراش گیرد. ای که تو پیوسته در عصیان روی، ای که تو پیوسته در عصیان روی، چون بمیری همچنان پزمان روی. نیک باید زیستن تا وقت مرگ، دیگران گریند و تو خندان روی. همچنان زندگی کن که همگان در گریه بیارو، لیکن خودت خندان به سوی خانه قبرت رو، خندان به سوی پروردگارت برو. بگذار تمام نیکی های تو، خوبی های تو، خوشبختی های تو در دل مردم یک خلطه غم شود، لیکن برای تو خنده، برای تو گویم وقتی خوش در خانه قبر روز قیامت شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العظیم. این آیت هایی که خواندم دادر عزیز از سوره مبارکه نور هست. پیش از آنه که این
آیت مبارکه را من برای شما تحلیل نمایم. میخواستم آغاز این صحبت از یکی غزلهای حضرت مولوی جنون رحمت الله علیه بر شما آغاز نمایم. زمین نالد به درگاه الهی، زمین نالد به درگاه الهی، ز فسق عاصیان روسیایی. و پشت من چها کرد آدمی زاد، ز دست ابن آدم داد و فریاد. فساد و فتنه ها و فسق و عصیان، گناهان کرده اند تا کندن جان. گرانبارم ز عصیان ایشان، گرانبار من از عصیان ایشان. شد از مدفونشان خاکم پریشان. ندارم طاقت عصیان این بار، ز من این عاصیان را زود بردار. چون این روزی سیاحت هست در پیش، نمیگیری چرا بر حالتی خیش. داده عزیز، حضرت مولوی وقتی که قرآن ورق زدن، وقتی حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ورق زدن، به خلاصه آمدن که قلم خود گیرن و با خون جگر خود این مصرع ها را عادی کرده، ساده کرده به گوش تو رسانید، تا که تو از این راهی ناخوب، از این راهی به آبروگی، به شرمی، به عزتی تو پوست گردانی. برادر عزیز، حضرت مولوی میگه زمین نالد به درگاه الهی، ز فسق عاصیان روسیایی. از این فسق و فساد، از این خلوتی زنها با مردهای بیگانه که زمین همه این شاهد هست، آگاه هست، اگر چند که دادرای ما، خواهرای ما از چشم مردم خلوت میروند، در ساعتهای تاریکی شب میروند. یکی فراموش نکن دادری عزیز، خواهری عزیز، زمین از حال تو آگاه است. زمین وقتی که تو در بالای این زمین دستی با تجاوز میزنی، دستی برای زنا دراز میکنی، این زمین میگه داد و فریاد من میبراید، داد و فریادش میبراید. حتی میگه ندارم طاقت عصیان این بار. پروردگار، آخه من طاقت اینقدر عملهای زیشته که در بالای من کرده ایستادن، من طاقت برداشتن این بار ندارم. خدایا میگفتم ز من این عاصیان را زود بردار. خدایا درو این از بالای من بردار، درو این با من هیچ وقت در بالای من این گونه بنده زیشت و بنده ناخوب بالای من قرار نده. برادر عزیز، چگونه در روایت ها میآید که یک آدم نمازخوان وقتی از روی زمین کنده می شود 40 روز زمین به سوی پروردگار عرضه میکرد از خدایا این نفری بود که سبحان ربی الاعلی میگفت، برای چی جان این قبض کردی؟ ببینید برای چی؟ و اگر در عوض این وقتی یک آدم ناخوب، آدم نازیش، وقتی که شما تصور کنید برادر، همون منظره را تصور کنید، وقتی خواهر ما و شما را، دختر مسلمان ما و شما را وقتی عریان میکنند، خودشان عریان میکنند، موزیکاهای بلند میگذارند، در پیش همه حرام کرده های خدا را میگذارند، عیش و عشرت میکنند، آیا غضب خدا بیدار نمیشود؟ البته بیدار میشود. آیا زمین
که یکی از مخلوق خداست، این قدر از که بیچاره زبان ندارد که و سویش تو گوید که ای ناخلق زود است که تو از پشت من و شکم من میایی آتا میبینی. این قدر بیچاره قوت ندارد. برادر عزیز، زمین به سوی پروردگار می نالیدد. از خلوتی تو درک دارد. بگذار تو چراغا را خاموش کن، بگذار تو کجایی نباشد، زیر زمین بدرایی، بالای زمین ببرایی، در هر جایی که نباشی الله تو را میبیند. زمین تو را شاهد است. بالا یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. برادر عزیز، سوره مبارکه نور را کشاده کن. خدا میگه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. بنده میگه تو بگذار جای خلوت را، بگذار از چشم پدر و مادراتان پنهان کنید، بگذار از چشم ملاها و حکومتداراتان پنهان این عمل انجام دهید. لیکن فراموش نکن روز قیامت پروردگار میگه شاهدی میدهد بالای تو که السنتهم، انا همین زمانه که با او تو این مراسا میکردی و این زمانه که در زبان او میگذاشتی و زبان او را گویم که نعمتیدی و دیگر میگه این زبان بالای تو شاهدی میده. خدا میگه یوم تشهد علیهم السنتهم، انا همین زبان بالای تو گواه است، همین شاهد است بالای تو. و ایدیهم، این دستایی که تو را در آغوش بگیری، این دستایی که تو بدنی که با او رسانیدنی تو برای تو یک زیان و ضرر است میساز میکنی، این دستها بالای تو شاهدی میده. خدا میگه و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون، این قدمهایی که تو برای واخوری اعلان کردی، این قدمهایی که تو برای جایی گویم که فسق و فسادی خودت معین کردی و قدم زده رفتی، این قدمها هم به سوی پروردگار تو روز قیامت شاهدی میدهد. حضرت داود علیه السلام بینید برادر عزیز که اونها معصوم از گناه بودند، گناه نمیکردند، از گناه میترسیدند. حتی در مناجات حضرت داود گفته بود پروردگارا مبادایی که اگر این پایهای من در راه قدم زند که رضاگی تو نباشد، در راه قدم زند که غضب تو بیدار شود، فرشته های تو ناراحت شود، فکر رجلای خدایا پاها و شکن، خدایا نگذار قوت نده در پای من که به سوی این گناه من قدم زنم. برادر عزیز، برای چه این سخن پیغمبرها را برای خودت شعار نمیکنی و تو تلفن گپ میزنی یا یک لحظه با او بهم اصطلاحهای آتیش بکنی، این چقدر برای تو ضرر است، چقدر برای تو وزنی میاره. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اما یاسین بالای بیماری ها میخوانید برادر عزیز، میدانید در همین سوره یاسین خدا چی گفته ایستاده؟ روز قیامت من در دهان شما مهر میزنم. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. امر میکنم که دستها بالای این بنده اخبار ده چیکار کرد؟ دستها یکایک همش میگوید. امر میکنم با پایهای تو کجا رفت؟ یکایک بالای تو خبر میدهد. نه دروغ نه تهمت، آن چی کردی همش میگوید. ببین و جای خلوت چی در تو؟ از کی خلوت میره؟ از دو در یزید آخه شما توفیق شما کجاست؟ خدا ترسی کجاست؟ و پشت با پشت الحمدلله مسلمان آمده بود. کسی که در غار 3 نفر آدم 3 تا جوان مرد خوش به حال اون جوان مردها وای جوان مرد بودن. جوان مرد آن کسی است که در اطاعت پروردگار است. این جوان مردی نیست که شما آبروی ملت ما نریزانید، آبروی مسلمانی ما نریزانید. این جوان مردی نیست. وقتی در غار افتیدن بالای اونا سنگ آمد و گویم دهن غار را محکم کرد، تاریکی فرا گرفت و
یقین به دلشان گذرانیدم که ما اگر از اینجا خلاص نشویم اینجا هوا نمیرسد، زود است که خلاص میشویم. هر سه بچه‌های سالم و صالح که بودند گفتن یگانه چیزی که ما را از اینجا نجات میدهد عمل صالح ماست. اگر عمل خوب کرده باشیم، پیشگاه خدا از برای خدا کرده باشیم، الله ما را از اینجا نجات میدهد. یکی از اون چی گفت پروردگارا من کودکای خورده دارم، بای به دولت نیستم، همون یک چینی شیر همگی سرمایه زندگی من همون یک چینی شیر است. خدای مهربان، من وقتی این شیر از گاو می دوشم و یا اول از برای آن که تو گفتی که پدر و مادر تا حرمت کن، من کودکای خود منه اول پدر و مادرم دا بوده می رسانم. شب آمدم که پدر و مادرم خواب بودن، کودکام همون روز خیلی گرسنه بودن، لیکن پروردگارا به خاطر امر تو، به خاطر که مرا دعوت کردی و سفارش دادی که پدر و مادر حرمت کن، من آمدم که پدر و مادرم خواب بودن و هیچ دیگر قدرت پیدا نکردم که پدر و مادر ما بیدار کنم و بالای سر اونها ایستادگی کردم. تا سحر ایستادگی کردم، سحر که چشمشون گشادن، شیر پیشکش کردم، شیر خوردم، هر چیز از باقی ما به فرزندان بردم. خدای اگر همین از برای تو کرده باشم، همین سنگ از بالای ما دور کن. وقتی این گفت که عمل از برای خدا بود، جوان مردی حقیقی که بود، دیگر سنگ کم یگان شاید نیم متر بود یا از کمتر پیشتر رفت، یک روشنایی غار فرا گرفت. گفت برادر عزیز کنی تو هم آخر بچه سالم صالحی، الحمدلله که ما در چهره تو آثار خوبی را میبینیم، کنی یک عمل تا پیشنهادی خدا. او چی گفت؟ گفت پروردگارا من دختر عمه داشتم، دختر عمکی داشتم، خیلی صاحب جمال بود، به نهایت دوستش می داشتم. دوست به معنایی که جای شود، شرایط شود که من با این همخوابه شوم. خداوندا یک زمان قحطی آوردی، این دختر عمکی من خانه ما آمد و گفت برای من قرضی که در خانه ما چی دهی؟ من گفتم من 120 تنگه برای تو میدهم، لیکن تو نفس در من نبخشی، الان من با تو هم خوابه میشوم، اصلا با طریق زنا. دیگر وقت 120 تنگه را این دختر عمکی من گرفت و خودش میگه در اختیار من بخشید. بعد از این میگوید من دختر عمک میگه عریان کردم، خود من عریان شدم. ببینید و زمین غلطانیدم، در بین پای او در آمدن وجود دختر عمک من مثل برگ بیت میلرزید از ترس. ببینید از ترس که این چه عمل است که من بجا میارم. از زیر میگوید، از زیر از پایان به جانب من گفت، بچه عمکی گفت از خدا بترس، همین بکارتی مرا نگیر، این بکارتی من حق تو نیست، این حق شوهر من است. پروردگارا همون کلمه که این دختر از زیر پای من گفت که از خدا بترس در جیگری من تأثیر کرد و من همون عمل نکردم، از برای ترسی تو از بالای این دختر سلامت خیستم. خدا اگر از برای تو کرده باشم، سنگ از بالای بازور کن، هم کلن از بالای غار بیرون شد. برادر عزیز کنی همتا جوانه که از این خیل حالت خود داری کند. امروز جوانای ما در این حالت نه، در این حالت دخترها را وادار میکنن و میارن. حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. برادر عزیز این آیت خواندم از سوره مبارکه مصلیت است. خدا میگوید روز قیامت گوشهای تو، چشمهای تو، ببینید بالای تو شاهدی میدهد و جلودهم، خدا را ببین، و جلودهم پوست شما بالای شما گواهی میدهد، پوست هاتان. و قالوا لجلودهم
لما شهیدتم علینا. بعدا این آدما وقتی که بالاشون شاهدی میدهند، بعدا میگفتن پروردگارا، میگفتن پس روی پوست خود میگفتن لما شهیدتم علینا، برای چی تو بالای ما شاهدی داده ایستاده ای؟ پوست. پس روی صاحب خودش میگفتن انطقنا الله الذی انطق کل شیء. ابله، پروردگار مرا امر کرد، پروردگار مرا زبان داد که بالای اخبارات ده. پس کجا جایگیری؟ کنی جایی که خدا نباشد، کنی هم جا نیست برادر عزیز. همه جا خدا در قرآن گفت لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. چشم در دنیا مرا نمیبیند، یگانه جایی که شما مرا میبینید این جنتی ها در جنت است، لیکن در دنیا من همه چشم های شما را میبینم. خدا میگه همه شما را میبینم. این خاطر فکر میکنم که این آیت های قرآن باید در داخل جگر ما و شما مثل تیره که از جانب کسی به سوی ما و شما زده می شود، همچنان تیر باید در وجود ما و شما تأثیرش باقی ماند.